لی گندوار شامی لباجار زبدانی شردناور ارتش آزاد و ملیشین رژیم ده جبری 15 روزان و بردوامه. هروسایی رو هینچالک وانان را گیهاندن که هزین ارتش آزاد اپراسیون تایبت لدیجی خالین لشکر و ملیشین رژیمه لناوندن سرای زهرا و جمعیت پیک آنین ده انجام ده هجمارک لشکرین رژیم هاتن کشتن. جه آلی خواه فروکین رژیم تاخین باجار زبدانی به 25 برمیلین تقینر و 12 موشکین گرماهی تو باران کرن و زیانتن مادی بون. لآلیه کیدن لگندوار لادقیه هنجه در میدانی را گیهاندن کل نافچه اچیای ترکمان ارتش آزاد ایریشک رژیم لسرگندن بیت اوان و ملک پرسفدا ده انجام ده گلک زیان مادی و جانی گیهان لشکرین رژیمه. هروسا و ددم آوان پفچونان ده فروکین رژیم گندو باجار انچیای اکراد و ترکمان بمایین دریایی تو باران کرن بکو زیان نوی ورن ناس کرن. هفدم هینچالک وانان را گیهاندن که رژیم هجمارک مزنج لشکر و ملیشیان و گوهستن کامپا بسیط و گند مشرفه یه لنیجی چیای ترکمان. لگندوار حلب ایرو ددان سبه ده فروکین رژیم گند عیشه تو باران کرن. چالکوان گند عیشه را گیهاندن که ایرو ددان سبه ده فروکین رژیم تاخن گند به هجمارک برمیلین تقینر آرمانج کرن. ده انجام ده 5 سویلان جیان خوش دست دان و ده کسندن که دناوان ده جنو زاروک بریندار بون. هفدم تو باران افروکین رژیم گیها باجاروک ادارت عزا و لورجی 6 کسین سویل بون قربانی. جه آلیه خواه توره حلب نیوز در راپوره که ده دیار کرده که ده هیواروژی ده فروکین رژیم بیتری 13 کمکوژی لدیجی سویلان لحلب و گندواره و پیک آنینه که ده انجام آوان کمکوژیان ده در دورا 300 کس جه سویلان جیانا خوش دست دان. لگوری که ده راپور ده هاتا را گیهاندن که فروکین رژیم به 325 برمیلین تقینر و 209 موشکین گرماهی ده هیواروژی ده تاخو باجارن حلب آرمانج کرن. و پرانی آوان بسر باجارن الباب و دارت عزا و کتن.